سلام، خوبین؟ امروز میخوام در مورد تابع ویلوکاپ صحبت کنم. تابع ویلوکاپ برای جستجوه که کاربردش هم به این صورته که شما فرض بکنین توی یک شرکتی کار میکنید که یه سری محصولات داره که به اون محصولات به هر کدومشون مثلا یه کد میدین یا مثلا تو فروشگاه یا هر جایی. فرض بکنین شما میخواین یه جدولی درست بکنین که از هر محصولی مثلا چند تا فروختین، چند تا ضایعات شده، چقدر موجودی انبارتونه و اگه بخواین مثلا شروع بکنین تایپ کردن، فرض کنین اگه مثلا 100 تا یا 200 تا سطر بخواین وارد بکنین و به ازای هر کد محصول بیاین دونه دونه شرحش، گروه محصولش، همه این اطلاعات مربوط به اون محصول وارد بکنین، یه ذره سخت میشه. برای همین میایم از تابع ویلوکاپ استفاده میکنیم که حداقل شهر یا یه سری از فیلدهایی که میتونیم با ویلوکاپ برش گردونیم و ثابته و نیاز متغیر نیست با اون برگردونیم که یه ذره دیتا اینتری کردنمون راحت تر باشه یا کمتر بشه. حالا ویلوکاپ میگه چی؟ میگه اولا بین دوتا جدولت باید یک کلید اصلی یا یه چیزی که توی هر دو یکسانه و منحصر به فرده، یعنی هر محصولی مثلا اینجا هر محصولی فقط یه دونه کد داره. مثلا توالت آرینت کد محصولش یکه، امکان نداره محصول دیگه کدش با این یکی باشه، مثل کد ملی شما میمونه. پس ما میخوایم عمل جستجو انجام بدیم بر اساس کد محصولمون. ویلوکاپ که باز کنین توی قسمت اولش نوشته لوکا ولیو، چه چیزی میخواید جستجو کنیم. پس ما اینجا کد محصول رو انتخاب میکنیم. توی تیبل اره میگه دیتابیس، جایی که اطلاعاتت قرار گرفته رو برای من مشخص کن که نکتهش یه نکته اینجا داره که کد اصلی توی جدول دیتابیستون ابتدا قرار گرفته باشه، یعنی ستون اول باشه. محدودمون رو مشخص میکنیم. کالیوم ایندکس نامبر میگه ستون چندم میخواید بهت برگردونم. میگم شماره 3 بهم برگردون، چون 1 2 3 بشماریم ستون سوم میشه. آخری هم که شما علل حساب 0 در نظر بگیریم. الان اینجا ما هر عددی که بزنیم اون شهر محصول متناسب با اون کد رو بهمون برمیگردونه. ممنون که این پست رو لایک میکنین. حتما در اختیار دوستانتون قرار بدین. پیج من فالو داشته باشین و پستای منو پیگیری بکنین. ممنون. خدا نگهدار.